یک تالارک زیبا نسبتا بزرگ و عالی به حساب میره دیگه. اون طرفش هم دیگه راست ماشاءالله پیشتر بریم از نزدیک میبینیم همشونه. این تالار شام کانتیننتال دوستان. اینجا چندین دانه دوستان از تالارا در این بخش کابل عروسی هم زیاد دوستان. اما قدر که در مفهوم از اینا دیگه میبینیم حتی چیزایی که هست منظور از همو ویل کپ ها خود موترها ویل کپ ساده دارن بازیجا برش کسه. اما در بین هتل های ساده کابل، در بین هتل های خود شهر کابل جز بهترین ها و برترین هاست. شهریار واقعا زیبا ساخته شده، مقبول ساخته شده. همون وقت هم که جور کرد متفاوت بود، حالا هم که تغییر دیزاین داده متفاوت تر از دیگه هتل هاست. سلام و درود خدمت شما عزیزان دل. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتون به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، ما اینمی لحظه در نزدیک در خود نواد فامیلی هستم. یعنی کوچه نواد فامیلی هست که دو سه بار با هم رفتیم و دیدیم خود منطقه نواد فامیلی را. بسیار یک منطقه خوب، زیبا و مقبول شهر کابل است. اما ما تصمیم داریم بریم به طرف پروانه سوم شهر کابل. اولی طرف سرک گیر شویم. همین طرف مقبولتر و زیباتر است. مشکل موتر نزنیم آره. طرف بیم دوستان عزیز. طرف خوب تالارک های عروسی زیبا و مقبول است. این که از دوستان عزیز این تالار شام کانتیننتال هست که یک تالارک زیبا نسبتا بزرگ و عالی به حساب میره دیگه. اون طرفش هم دیگه راست ماشاءالله پیشتر بریم از نزدیک میبینیم همشونه. این تالار شام کانتیننتال دوستان. اینجا چندین دانه دوستان از تالارا در این بخش کابل عروسی هم زیاد دوستان. اما قدر که در سرک میدان هوایی زیاد است، در این بخش هم زیاد است. یعنی منظورمی که هر شب به اینجا حتما 3-4 تا هتلش عروسی داره. حتما تو شب نشده که ما آمده باشیم و ببینیم که 50% زیادتر هتل‌ها خاموش باشه. به او خاطر مردم اینجا زیادتر عروسی میگیره، چون هم اقتصادی هستن، هم زیبا، هم در نزدیکی است. خب بعضی کسایی هستن دوستان از سرک میدان برشون دور میشه، از اینجا خوب است، نزدیک است، نمیگیرن همینجا دیگه. این دوستان عزیز تالار قصر ارغوان است که در تصویر میبینین و اونو پهلویش هم تالار عروسی قصر الماس که الماس دیگه مطمئنا همه تان آمدین و ازش خاطره دارین. در پهلویش هم طرف دوستان عزیز جهان کانتیننتال هست که او هم چندین بار ما در ویدیو گفتیم، بازم میگم در سابق حال را نمیتونم به دوستان عزیز حال موقعتش متوجه نشدیم. چند بار هم که رفتیم در سابق به نام تالار استانبول بود و یگانه تالار بود که هیچ پایه نداشت، در بین سالون پایه نداشت، یعنی سقف‌زی نمیفهم چه قسم سقف بود. در این قدر سالون کلانش که بسیار سالون کلان هم داشت اما پایه نداشت. من نمیفهم واقعا چه قسم ساخته بودن، چه قسم انجینری کرده بودن، اما واقعیتش دوستان عزیز پایه نداشت دیگه. این بسیار جالب بود و این بسیار در وقت مرحله زده کرده بود. همی حالم کرده که چطور بر مبنای بدون پایه سوار بود، فقط سر دیوالا و پایه هم داشت تنها دمو دیوالا. این هم دوستان عزیز هتل شکیب است که ما چندین بار دوستان را گفتم که می سابقه هتل شکیب چیست نگفتیم. اگه میفهمین که هتل شکیب چیست، هر وقت نرو صدا میکنن باز ما که سوسه میکنن دیگه. خب هتل شکیب مکه به وجود نداره. دیگه برای ما شما دوستان عزیز اما چیشه بگوین تفسیرش یا همون تفسیرش بگوین که چی بوده اینجا اصطلاحات گفتن. این هم دوستان عزیز سرک دوم پروانه سوم شهر کابل. اینجا هم دیگه پرزفروش‌های موترها دوستان عزیز، البته موترهای کلان. موترهای کلان منظورم از موترهای باربری هست، مازدا و فهم از اینا دیگه. میبینین
حتی امو چیزایی که هست، منظور از امو ویل کپ ها، خود موترها ویل کپ ساده دارن، بازیجا برش کپ جداگانه میدونیم. اون کپ ها را بازار کنم شد خودتان خوش کردین میتونین بگیرین. در هر دکان استاد است، در هر دکان هست البته. و دیگه زیادتر موترها میشه این دوستان عزیز او طرف شم تایر فروشی ها هست، چون که چیز زیاد است دوستان عزیز، آفتاب زیاد است نمیتونم من درست نشان بدم، اما او طرف هم هست تایر فروشی های موترهای کلان و البته باید از خوردم اونجا پیدا میشه. این چیز زیادتر هم دیکوریشن موترهای کلان است یا موترهای مازدا. این مثل از این موتر دوستان عزیز کپشو ببینید، مثل از این موترهای خورده است، از موترهای بسیار کلان هم میشه، اما چیش پیدا میشه، لوازمش پیدا میشه. نه دوستان عزیز کسی بیم سلو میرسیم به هتل عروسی زیبا و مقبول شهریار که ایده گفتم براتون دیگه چند بار دوست عزیز که داری بخش آمدی. ایده مو وقتم که ساخته شده که استاپ ترین هتل بود، حالم ساخته شده اگرچند به هتل های میدان نمیرسه، اما در بین هتل های ساده کابل، در بین هتل های اقتصادی شهر کابل جز بهترین ها و برترین هاست شهریار. واقعا زیبا ساخته شده، مقبول ساخته شده. همون وقت هم که جور کرد متفاوت بود، حالا هم که تغییر دیزاین داده متفاوت تر از دیگه هتل هاست. دیگه همین تفاوتش باعث شده که مردم زیادتر دوستش داشته باشن. در ضمن نزدیک زیادتر دوستش دارن، عروسی های زیادی هم اینجا برگزار میشن و نسبت به دیگر رقبایش که در همین سرک هستن که ما شما دیدیم اقتصادی تر نیست. منظور از که قیمت تر است و همین چیزایی دیگه یک پیسه کار داره دوستان دیگه عروسی گرفتن دیگه ای تالار دوستان. البته نگفته نمونه که بزرگ هم از دوستان عزیز، بزرگ هم از این طرف هم زنجیر فروشی از دوستان، زنجیره چین دوستان عزیز، چین موترها، چین و جک و همه چیزهایی که موتر وقتی که بند میمانن بگیرن شه. این از همین چیز از دوستان. حالا خصوصا که وقت زمستان میشه و برفباری دیگه چین از این چیزا بیخی زیاد کش کرده و زیاد شده، خریدش هم زیاد شده، زیاد دیگه مردم میخرن. وقتی که موترهای کلان میگم دیگه دوستان عزیز، منظور من این از میاست. ببینین تایرها را و همون چینایی که برای موترهای کلان جور شده به این اندازه. اینی هم دیگه دوستان عزیز چهارراهی پروانه سوم شهر کابل هست. انشالله که از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همایتون والله متعال پاک و بینیاز میسپارم. روز روزگار خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همایتان.